خب دوستان سلام، با قسمت پنجم دوره و قسمت دوم آموزش نقدینگی در خدمتتون هستیم. بیا بریم سراغش. آموزش قبلی تو جلسه قبلی گذاشتم، اگه ندیدی حتما اونا رو این بعد بیا تو این جلسه. تو جلسه قبلی من راجع به مفاهیم پایه نقدینگی حرف زدم و قرار بود تو این جلسه کلا راجع به سوینگ ها با هم حرف بزنیم. میخوام سوینگ ها رو خیلی خوب بهتون بگم که متوجه بشین. البته ما فقط تو تایم فریم 15 دقیقه و 5 دقیقه با این سوینگ ها کار داریم، ولی چیزی که من دارم یاد میدم برای تایم فریم های دیگه هم میتونین استفاده کنید، اما استفاده عمده ما صرفا روی تایم فریم 5 و 15. بریم تو تایم فریم 15 بهتون نشون بدم چجوری روی چارت پیدا کنید این تایم فریم ها رو، این سوینگ ها رو. ببینید شما این کندلا رو باید دقت کنید. اینجا فکر کنید تو این روند صعودی ما دنبال سوینگ هستیم. علامت بزنم این کل این روند و کل این روند میشه این حرکت. ما دنبال سوینگ هاش هستیم. چجوری باید تعیین کنیم؟ تا موقعی که کندل بعدی زیر کندل قبلی و نزنه سوینگ تشکیل نمیشه. با مثال الان بهتون توضیح میدم. اینجا این کندل حرکت بعدیش این بوده. این آیا زیر اینو زده؟ نه. این کندل چطور؟ نه. این کندل آیا زیر اینو زده؟ نه، هم صد شده، پس اینم سوینگ نیست. این یکی نه، این یکی نه، این یکی نه. اینجا اولین کندل زیرشو زده، اما نمیای اینجا رو بگیری، میای این حرکتشو میذاری تموم شه، اینجا دوباره این سقف رو زد. خب پس این پایین ترین جایی که تو اینجا تشکیل داده این یه سوینگ میشه. اولین سوینگ که ما که تشکیل دادیم اینه. بریم سراغ سوینگ بعدی. دوباره ادامه میدیم. اینجا دوباره اون من زیر اینو زد، پس اینجا ما یه سوینگ دیگه داریم. این سوینگ دوممونه. سوینگ ها رو اینجوری باید پیدا کنیم و آموزش این خیلی مهمه که هر چیزی رو سوینگ نگیرین. هر چیز ابتدایی سوینگ حساب نمیشه. مثلا اینم یکی دیگه نگاه کن، این رفته بالا، این اومده زیر اینو زده، اینم یه سوینگ دیگه. دوباره تو این حرکت اینجا یه سوینگ دیگه داریم. چشماتون عادت میکنه به مرور به سوینگ ها. الان تو تایم فریم 15 ما. خب دوباره ببینید الان مثلا این سوینگ نیست. دقت کن این زیر اینو نزده. تا موقعی که زیر این زده نشه اینو ما سوینگ به حساب نمیاریم. حالا چون قرمزه دلیل نمیشه سوینگ باشه. اینم حتی سوینگ نیست، حتی اینم سوینگ نیست. یعنی تو این ناحیه‌ای که داره میره به بالا این اولین سوینگیه که داریم تو این مسیر نسبت به این حرکت. خب و در کل توی حرکت صعودی ما اینها سوینگ ها بود. من بهتون گفتم زیر سوینگ ها نقدینگی هست. یعنی همین جلسه قبل رو میدیدید، دقت کنید اومد زیر این سوینگ رو زد و حرکت رو بالاش رو ادامه داد. یعنی میاد زیر سوینگ و بازار میزنه، نقدینگی ها رو جمع میکنه، حرکت اصلیش رو انجام میده. تو یه مثال دیگه براتون نشونش بدم. واسه یه مثال نزولی هم براتون بیارم. این خیلی مثال خوبیه. علامتش بزنم اول براتون. بهتون گفتم تو جلسه قبلی این سبکی که ما کار میکنیم فقط روی یورو، رو چیزای دیگه امتحانش نکنیم. این روند نزولی ما، بریم زوم کنیم توش ببینیم کجا سوینگ پیدا میکنیم. اینجا هیچ کدوم از این کندلا بالای این بالا رو نزدن. ببین تو روند نزولی میشه بالاش، یعنی این کندل باید بالا اینو بزنه و بریزه تا یه سوینگ تشکیل بده. تو اینجا که میبینیم تا اینجا هیچ کدوم از این کندلا بالای یعنی سقف کندل قبلی رو نزده که سوینگ تشکیل بده. اینجا اولین سوینگ بوده. خب دقت کن. حالا چرا اینو گرفتم اینو نگرفتم؟ فعلا دلیل داره، چون اینجا این حرکت اومده زیر اینو زده بعد این تشکیل شده. یعنی اینجا در اصل ما یه نقدینگی دزدیدیم با این حرکت و یه سوینگ جدید بعدش تشکیل دادیم. خب این سوینگ ما بوده که دقت کن باز هم حتی این اتفاق افتاده. اینجا یه سوینگ دیگه ما داشتیم، اینجا بازار برگشته این سوینگ رو زده، این سوینگ هم زده و نقدینگی هاشون رو دزدیده. همینطور که تو جلسه قبلی گفتم حرکت رو پایینش رو ادامه داد. آیا اینجا ما دوباره سوینگی داریم؟ خیر، هیچی دیده نمیشه. اما بریم یه مثال دیگه براتون بزنم. یادگیری این خیلی مهمه. حالا بریم تایم فریم 5 دقیقه. من بهتون گفتم ما فقط تو این دو تا تایم فریم با این سوینگا کار داریم. با تایم فریم های دیگه کاری ندارم من، چون معامله نمیکنم. اصلا اینم شاید مثال خوبی باشه. این روند صعودی که ما اینجا داریم شما در نظر بگیرید. خب این حرکت صعودی، این اولین سوینگیه که ما داشتیم. ببینید این کندل سبز اومده زیر اون کندل قرمز رو زده، همینطور که میبینید. پس این اولین سوینگمون بوده. ادامه داده. اینجا دوباره اینا اومدن زیر این کندل رو زدن. اما باید شما موقعی در نظر بگیرید که سقف این زده شده باشه. یعنی این کف که این سقف رو زده میشه سوینگ با. پس این یه سوینگ دیگه. نه مثلا اینجا رو سوینگ حساب کنی، چون این سقف زده نشده اینجا سوینگ نیست، فقط این سوینگ به حساب میاد.
بریم بعدی ها رو پیدا کنیم. اینجا یه سوینگ داریم، دقت کن. این با یه شادوی کوچیک اومده این زیر رو زده که می‌بینی بعدا هم اومده نقدینگیشو دزدیده و حرکت رو بالاشو ادامه داده. اما اینجا ببینم سوینگ دیگه پیدا می‌کنیم. اینم یه سوینگ دیگه. دوباره یه تو این روند یه سوینگ دیگه بله پیدا کردیم. ببین اگه تیز باشی به مرور متوجه میشی ما چجوری ترید میکنیم. همین سوینگا که شکسته میشه اگه توی زمان درست و جای درست باشه سیگنال مهمیه برای وارد شدن به بازار. یه مثال برات بزنم. حالا چیزای دیگه شما کار نداشته باشید ولی ما یه جورایی میدونیم که قرار بازار برگرده. حالا بعداً بهتون توضیحش میدم. فکر کن شما همینجا وارد میشدی، حد ضررتون میذاشی این بالا، هم معامله سل میگرفتی. توی جلسه قبلی انواع معامله رو بهت گفتم. حد سودت هم میذاشی 2%، 1% میذاشی حد ضرر، 2% حد سود. دقت کن اینجا اومد تیپی تو زد، یعنی حد سود تو بهت داد و تریدت هم کرده بودی. حالا دوباره همینجا اینجا اومد یه نقدینگی برای تو زد، اینجا دوباره سوینگ برخلافش رو شکست. نگاه کن دوباره همینجا اگه وارد میشدی دوباره اینجا ریوارد 2 تو بهت میداد، یعنی 2% هم همینجا دوباره میگرفتی از روش. دوباره یکی دیگه بهتون نشون بدم. باش اینجا یه بار دیگه دوباره نقدینگیشو زد. ببین یه سوینگ دیگه، این سوینگ اومد زد، دوباره همین کفشو گرفت ادامه داد، دوباره تیپی 2 تو بهت داد. اینقدر ساده میشه بازار سود گرفت، ولی فعلا این کارو نمیکنین. شما فعلا دارین آموزش میبینین، قرار خیلی کارا با هم بکنین. فعلا خودتونو درگیر این مسائل نکنید. تا موقعی که خیلی خیلی حرفه‌ای نشدید نباید درگیر این مسائل بشید. ولی دوست دارم حالا مثال امروزم بهتون نشون بدم. همین امروز صبح اتفاق افتاده. اینجاست، نگاه کن. بازار اومد اینجا یه نقدینگی زد. بذار نقدینگیشو نشونت بدم. اون سوینگی که زده بود و ایناش، این سوینگی بوده که بازار زده. دقت کن تو این حرکت سوینگو زده، اومده اینجا. این تایمش خیلی مهمه ها. چرا ما اینجا وارد نشدیم؟ چون اصلا تایم تریدمون نبوده. یعنی حالا توی جلسه‌های بعدی راجع به تایم هم باهاتون حرف میزنم. خب اینجا اگه شما وارد میشدی همین امروز صبح بوده تا تیپی 2، حتی خیلی بیشتر تا تیپی 5 تقریبا داده بهت. خب حالا اصلا همینطور موقعیتی دوباره پیدا میشه. پس آموزش سوینگ خیلی مهمه. در کل سوینگ وقتیه که اگه توی روند صعودی باشیم کف کندل قبلیشو بزنه و ادامه بده رو به حرکت خودش. خب این توی روند صعودیه. توی روند نزولی میشه سقف کندل قبلیشو بزنه و روندشو ادامه بده. اینا نواحی هن که برای ما سوینگ تشکیل میدن. خیلی تکرار تمرینش کنید. لطف کنید کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، بقیه معرفی کنید تا ما همین انگیزه رو داشته باشیم که همین مطالب رو به صورت رایگان بهتون ارائه بدیم. این دوره ها رو دارن با قیمت های خیلی فوق العاده میفروشن و این مطالبی هم که من بهتون میگم از روی تجربه است. تو دوره ها پیدا نمی‌کنی. یعنی این تایمایی که من بهتون میگم همش از روی تجربه است. حالا جلوتر بریم متوجه میشین و ببینید چقدر خوب داره جواب میده. این تجربه شخصی منه، تجربه چند ساله منه. تا این فرمول رو درست کردم و بالاخره تونستم به سوددهی برسم. میخوام تجربه چند سالم رو رایگان بهت ارائه بدم. این دیگه به خودتون بستگی داره چقدر از این آموزش حمایت کنید تا ما همینطوری پرقدرت ادامه بدیم. روز خوبی داشته باشین. منتظر جلسه سوم باشین. خداحافظ.